بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب، احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم. تسلیت عرض میکنم ساروز رحلت حضرت معصوم سلام الله علیها رو خدمت شما. خب اگه اجازه بفرمایید من عرایزم رو شروع بکنم. طبعا در راجع به و در مورد مسائل روز علل خصوص قصه پرقصه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در فلسطین و البته خب پیروزی هایی که در پس این مظلومیت ها یقینا محقق خواهد شد، در این شک نکنید ان شاء الله. خب این مسئله معادله است که متغیرهای زیادی داره، یعنی به این سادگی نمیشه بررسیش کرد توی جلسه، مخصوصا وقتی جلسه هیئت و افراد مختلف محبان اهل بیت از سنین مختلف، مطالعات مختلف، سطح مطالعات مختلف متفاوتن. ما باید یک جور صحبت کنیم برای اکثریت قابل استفاده باشه. این که میگم ذو ابعاده اینی که خب مثلا این داستان نسبتش با ایران چیست، با خود اسرائیل چیست، با کدام جریان اسرائیل، نتانیاهو یا مخالفانش، امریکایی‌ها چه نگاهی دارن، کدام بخش از امریکایی‌ها، روسا نگاهشون چیه، عرب‌ها چیه. خب اینا به همش بخوایم بپردازیم طبعا نشدنی. در این که اینها دارن جنایت میکنن یه خورده شما تعجب کردید، عجیبه براتون، میگید آقا آدم بکشید دیگه اینجوری نکش، انقدر تابلو دیگه نه. مثلا خودت بگی برید تو بیمارستان اونجا امنه، بعد عمدن بیمارستان رو بزنی. چرا؟ چون میدونی که مردم اولین چیزی که براشون مهمه بچه‌هاشونه، امن‌ترین جا بچه‌هاشون رو میبرن. یه روز پزشک اطفالی به من میگفتش که مردم وقتی میان برای بچه‌شون چیزی میخوان، مثلا بهشون میگه مثلا این 2 مدل داره، میگه اون بهتره رو بگی، اون گرونتره. همینه دیگه. میدونن، یعنی میدونن عمدی بچه کشی. دلیلش چیه؟ یک بخشی از آن اعتقادیه. اینا جایی بهتون نمیگن، نمیتونن بگم، انتظار نشوش طرف تو تلویزیون ها رو بگی که اعتقادات تحریف شده اینها دستور به این کار میده، نه اینکه بیان میکنه و کنارش رد میشه، دستور به این کار میده. سیره انبیاءشونه، هیچ پیغمبر این کارا رو نمیکرده ها، اینا تحریف کردن. یحرفون الکلم عن مواضعه، قرآن میفرماد اینا کلمات جابجا کرد. ببین یه عمر این کتاب افتاد، امروز اومدم واسهتون تورات بخونم. این تورات 100 ساله است، عتیقه هم اصلا یه جوری تورات داشتم میومدم داشتم صفحه‌هاش آماده میکردم، یک دو تا صفحه‌ش هم پاره شد. خب من رو براتون بخونم یه بخشایشو کوتاه، شاید مثلا 3-4 دقیقه بخونم، رو بخونم که ببینید اینا چرا این کار انجام. یه بخشش سیاست ورزی این هست، حالا میرسم اونو میگم. تقریبا ما هیچ پیغمبر سالمی تو این کتاب نداریم، هیچی. همه یه پیغمبر اینا یه بلایی سرش آوردن، از زناکار و مشروب خور و نمیدونم دروغگو و دزد و قاتل و بگیر داری، نه عادیشا، زناکار عادی نه، مثلا ببخشید زنای با محارم، هر آنچه که خودشون لایقشون بودن نسبت دادن به انبیاء الله. برای همین قرآن یه بخشی از قرآن رو فقط گذاشته شده برای پاکسازی انبیا. و ما کفر از سلیمان کافر نشد. خدا آخه این چه حرفی؟ کی میگه پیغمبرت کافر شد؟ آخه حالا تو خبر نداری، ما مسلمان تورات نخون نمیدونم اینجا بخونیم او کافر بود و اوضاعش هم خراب بود. 900 تا زن داشت، بعد می‌خواست دل اینا رو به دست بیاره، همون بت پرست عموما، برای اینکه دلشون رو به دست بیاره مخشون رو بزنه، بت اونا رو میپرستید یه دور. قرآن میفهمه و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. شما رفتید حرفای شیاطین رو برداشتید آوردید اینجا کتاب کردید. قرآن یک بخشی روش میگه خداوند زمین و آسمان را در 6 دوران آفرید، فی 6 ایام
و به خاطر اینکه خسته نشد. این خدا آخه این چه حرفیه؟ من خسته میشه اصلا خدا. آخه اینجا گفته روز 6 در 6 روز هفتم استراحت کرد. آخه خدا هم باشه خسته میشه. اصلا جسمانیت خدا این توئه. وهابی‌ها از اینجا گرفتن. خدا جسمه. گفتم قبلا این مثلا توش موندن و گیر کردن زاییدن نمیدونن چیکار کنن. خدا جسم بعد گفتن خب خدا یه کرسی داره روش میشینه، صندلی داره. بعد حتما باید صندلی از خودت گنده‌تر باشه دیگه. این صندلی حتما بزرگتره. بعد گفتم پس الله اکبر چی میشه؟ اینجا که کرسی‌ها بزرگتره. خب و الله اکبر یعنی گیر کردن یه اینا، یعنی میخوام بگم نه تنها خودشون هر جایی رو دست گذاشتن نجس کردن. همین دیگه. تو مسیحیت وارد شدن یک داستانی ساختن، تو اسلام وارد شدن فرقه های درست کردن. در حذف اهل بیت هم نفرات اولن. امیرالمومنین اینا به شهادت رسیدن رو ملزم یهودیه. چرا شما متوجه نیستین؟ چون عرب مادر براش مهم نبوده، پدر رو ثبت می‌کرده. در حالی که اینا نسب از مادر منتقل میشه. چرا نسب از مادر منتقل میشه؟ چون نژاد پرستن. چون اگه بپذیرن نسب از پدر منتقل میشه، مسلمان ها هم صاحب نژاد خوبن. چرا؟ چون از حضرت اسماعیل. اینا چون میخوان بگن فقط اسحاق خوبه، اسماعیل نه، چون باباشون که یکی بوده، حضرت ابراهیم. مادراشون فرق داشته. مادر اسماعیل کنیز بوده، مادر اینا حضرت سارا میگن چی؟ کنیز نبوده، زن آزاد بوده. اصلا ما یکی از کاری که ما مسلمان و مشیعین رو انجام بدیم، حضرت داوود پیغمبر ماست، حضرت سلیمان پیغمبر ماست. برای اولین بار در مورد اینا درست صحبت شده، به واسطه اهل بیت درست صحبت شده. وگرنه همین متاسفانه اراجیف به واسطه آنچه اسرائیلیات خونده میشه، به واسطه سری از یهودی و مسیحی مشکوک به مسلمانی وارد اسلام هم کردند. همسایه بغلیمون از این روایت زیاد داره. الحمدلله شیعیان پاکسازی کردن، ائمه بودن. در تشیع هم روایت وارد کردن، اما خب محل توجه نیست. همین جعلی. امام حسین اینا به شهادت رسوندن. اونهایی که قاصد به حق اهل بیت بودن هم پا منبر اینا بودن. میدونید دیگه. پیامبر رگ گردنش میزد بیرون، گفت چی میخواد شما از این مدرسه المسکه بنی مدینه؟ اون دوتا رو نمیتونست جلوشون بگی، دائم تو اون المسکه بودن. دنبال پیشگویی‌هایی بودن که ببینن آقابت پیغمبر چه میشه. طبق اون پیشگویی هم اهل بیت پیغمبر به خاک و خون کشیدن. حبقوق نبی که توی سرکان دفنه از انبیا و بنی اسرائیل رو پیشگویی میکنه، میگه که توضیح میده راجع به پیامبر و اهل کشا، یعنی اهل کسا، که میگه و اهل کسا را در بلا دیدم. اصلا باید پیامبر اهل بیتش رو زیر یک کساء یمانی جمع میکرد تا این پیشگویی محقق بشه، تا اینا بفهمم. من خودتون نمیپرسید برای چی مثلا آقا منم میتونم بیام زیر اون عبا؟ نه تو نمیتونی بیای. آقا تو میتونی بیای. خب برای چی؟ چه ضرورتی داره همه زیر یه عبای جمع شن؟ ها؟ این از خودتون نمیپرسین؟ این پیشگویی نبی خدا بود، 2500 سال پیش زندگی میکرده. گفت آقا اون اصلی‌ها تو راهن، اونا میان، نور الهی اونان. خیلی از اینا موارد متعدد، من نمیخوام خیلی وارد بشم. اصلا شمر یه کلمه عبریه، عربی نیست. بعدم وارد زبانه. شمر به عبری یعنی قصه گو، عربی سمیره. مفصل اسناد یهودی بودن شمر حداقل 15 تا سند من پیدا کردم. اینجا محل بحثم نیست. امام کاظم ما رو کی به شهادت رسون؟ هارون به هر کی دستور میداد انجام نمیدادن. سندی ابن شهاک، سندی بن شهاک، از هنوز این اسمو میذارن، هنوز شهاک میذارن، همین الان اسمو هنوز دارن استفاده میکنن. اون یهودی کشت. اونا نشونه ها رو داشتن، اونا میدونستن دشمن اصلی ما همینان. ما با اینا پدرکشتگی داریم، رو بدونید. وقتی امام صادق علیه السلام ازش پرسیدن که این 2 بار فتنه بنی اسرائیل چیز حضرت فرمود، به 2 بار فتنه بنی اسرائیل چیز حضرت فرمود؟ به قتل علی و قتل الحسین. امیرالمومنین فست و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدن. بقیه‌شو نمیگن رو منبرو. پسر زن یهودی را بگیرید. صراحتا امیرالمومنین فرموده پسر زن یهودی را بگیر، نمیفرمه پسر مرد یهودی.
پسر زن یهودی رو بگیرین. میدونه اساسا هدف بود، علامت علی حذف بشه. برنامه میدونه چی بود؟ اسلام وقتی آمد تو پیشگویی این بود که پیامبر قطعا به قدرت میرسه. اینا اومدن دور پیغمبر گرفت. اما بعدش دیده بودن اهل بیت را در بلا دیدن، گفتن پس بعدش پیروزیم. جلوی خود پیغمبر نمیتونیم بایستیم، اما بعدش رو پیروزیم. بعد برنامه چی بود؟ تو یه فاصله زمانی مؤثری قدرت بیفته دست شاخه یهود در عربستان. کجا؟ کی؟ بنی امیه. خوب دقت بفرما. امیه به امیرالمومنین صراحتا به معاویه میفرماد، حضرت میفرماد بابا تو اصلا از قریش نیستی، چه قدرت آدمو کردی؟ و لیس اللصیق کالصریح، تو الصاق شدی به قریش. ما که میدونیم یک سنت مزخرفی اعراب داشتن، اگه شما فرزند خونده داشتی عین فرزند خودت بود، هیچ فرقی نداشت. برای همین این ماجرای زید پیش آمد. اصلا خدا پیش آورد که مثل فرزند خود آدم نباشد، چون اگه این اتفاق نمیافتاد بچه‌های زید بعدا میشدن آل محمد ها. متوجهید؟ خدا می‌خواست اینو درست کنه. تنها صحابه پیغمبر که شیعه و سنی اجماع دارن اسمش تو قرآن اومده، از 100,000 تا صحابه فقط زیده. اسمش صراحتا اومده، برای اینکه می‌خواست تمام کنه که بگه بچه‌ها این آل محمد نمیشن. خوب دقت کنید. یه سنت فرزند خوندگی بود. دعوا شد توی اجداد پیغمبر، میدونید دیگه معروف بود بین این دوتا برادری که میگن با شمشیر اینا رو جدا کردن، این داستان ها. شورای دارالندوه اخراجش کرد، عبد شمسو گفت برو شامات. رفت کجا؟ اون فلسطین، ما تو این منطقه. در اونجا یه غلام یهودی خرید به اسم چی؟ امیه. اینو برداشت با خودش آورد توی حجاز. 10 سالش که تموم شد، 10 سال تبعیدش، برگشت گفت این فرزند خوانده من. فرزند خواندم عین چی؟ فرزند. اینا یهودیه. و هذا یوم تبرکت به بنو امیه و ابن عاکلة الاکباد اللعین ابن اللعین. یعنی چی؟ اون روز این مبارک است. شما متوجه نمیشید، من یهود پژوه متوجه میشم. اون روز چه روزیه؟ روز عاشورا، یوم کیپور، همون روزی که حماس حمله کرد به اینا. روز مقدس یهودی‌ها که این روزه میگرفت. برای چی تو روز عاشورا اینا روزه میگیرن؟ ما نمیگیریم؟ به سنت یهودی دارن عمل میکنن. تو سنت بنی اسرائیل بود. برخی از اعراب قبل از اسلام هم روزه میگرفتن. اون روزو یوم عاشورا، فقط عاشورا شده. اصلا اینا 3 روز کشش دادن که روز عاشورا حضرتو بزنن. چرا؟ چون تو این کتاب آمده و خداوند در کنار فرات ذبحی دارد. بابا تو این کتاب اومده یه ذبحی دارد، تو برو به اون ذبیح کمک کن. چرا همیشه میری سمت بد تاریخ ما میستی؟ نه، چون ذبحی داره پس ذبح میشه، ما میریم ذبحش میکنیم. 12 نفر میرن تو گودال بحر میگردن، نمیتونن. شمر میره کارو انجام میده. این عادی نیست. من نمیگم، امام صادق میفهمد به قتل قلی و قتل الحسین. بس این چیه؟ این از بخش مذهبی. از نظر ملی اینا با ما ایرانی‌ها مشکل دارن، چون اولین امپراتوری تاریخ به معنی واقعی کلمه مال ایران بوده. بوروکراسی رو اصلا ما یاد دنیا دادیم، تا قبلش اصلا کسی. رومی‌ها از ما یاد گرفتن، بعدن حکومت تشکیل دادن. راهسازی رو ما درست کردیم، چاپارخونه رو ما درست کردیم، ما ایرانی‌ها. همین کانال سوئز اسم قبلیش اصلیش کانال داریوش بود. داریوش اینو حفرش کرد برای تو کشتی‌هاش از دریا سرخ ببره به مدیترانه. 50% جمعیت کره زمین، 50% جمعیت کره زمین تحت امپراتوری ایرانیا بوده. شما ترکیه رو نگاه نکن، ترکیه کشور جعلی تازه وجود اومده. یه ماش اقوام بیابانگرد بودن، ریختن اون تو. اصلا اینا شهرسازی نداشتن، شهر اشغال کردن. شهرهایی که دیگه ساخته بودن اشغال کردن. ایران صدها سال اینجا هست و شهرسازی داره و ما هویت ایرانی، برای همین به جنگ این هویت رفتن. کیا؟ این صهیونیست‌ها. یه سری ما گلگی جمع داریم تو مملکتمون که نمیدونن چی باید بگن، کجا باید بگن. الحمدلله خدا ما اینا از شر اینا راحت کنه. اینا خیلی بدجوری متوجه است. بابا رو خود بپرس چرا صهیونیست‌ها دارن فیلم 300 رو میسازن؟ چرا تو فیلم 300 هخامنشیان رو به گند میکشن؟ از خود سوال بپرس.
چی بهشون میرسه؟ اون موقع که قبل انقلاب هخامنشیان رو بولد میکردن به خاطر که جلوی اسلام قرارش بدن، اما دیدن این همین هویت هخامنشی داره در ایرانی‌ها زنده میکنه. برژنسکی میگه اگر هویت ملی اینا با هویت مذهبیشون 12 امامی شیعه 12 گره بخوره، هیچ کی دیگه اینا نمیتونه جمع کنه. اینا دوباره ابر قدرت میشن در دنیا. من نمیگم که برژنسکی داره میگه. بعد اینجا یه عده‌ای رو گذاشتن به جنگ با ملیت برن، امثال خلخالی ها و نمیدونم چی که قبر فردوسی رو خراب کنیم، نمیدونم برخی از اینها نادانستی این کار میکنن، برخی عقبه مشکوک دارن. شما نگاه از همون ابتدا مثلا رهبری با این اعمال و این رفتارها مخالف بودین، چه کاری شما میکنید؟ یعنی چی؟ مثلا بولدوزر بزن تخت جمشید صاف کنن. یک عده به جنگ با مذهب رفتن، هر روز شبهه در مورد امام حسین، شبهه در مورد امام علی، شبهه در مورد فلان. چرا؟ چون جفت این دو عنصر قدرت رو باید زد که اینا اگر این شیر خفته ایران دوباره بیدار بشه، اینا کل کره زمین رو دوباره تحت یک امپراتوری واحد میبرن. یعنی ایرانی‌ها حس تمدن دارن. گوش کن، حس تمدن یه حس ما داریم. ما دوست داریم که ادامون رو در بیاره. خوشمون میاد ببینیم مثلا یه نفر شبیه ما داره لباس ما رو بره بپوشه. البته خانوما مستثنا، خانوما دوست دارن هیچکی همیشه خاص باشن. متوجه شدید؟ این حس تمدن همه ما داریم. یه چیزی ما اضافه تر بعد از اسلام به ما اضافه شد با شیعه شدنمون، اون ویژه اونم حس تدینه. ما برای اولین با تمدن و تدین رو با هم آمیختیم. یعنی چی؟ یعنی نگاه کن، الان داریم یک حرکت، یک هلال نوروز داریم. کشورها که نوروز قبول اینا همشون تحت سلطه فرهنگی ایران بزرگ بودن. یه هلال شیعی داریم. میبینید؟ آمیخته شدن این دو هلال بابای دشمنامون رو در آورده. میبینید صهیونیست‌ها هم هلال نوروز رو میزنن هم هلال شیعی رو میزنن. خب اینو دقیقاً در همین کتاب استر افتخار میکنن که در زمان خشایارشاه 77800 تا ایرانی رو قتل عام کردن یهودی با فتنه‌گری. خشایارشاه مست میکنه، بهش عرق میدن، مشروب که میخوره مست میشه، یه نامه رو امضا میکنه. برای کی؟ برای یهودی نفوذی تو دربارش، مردخای. اونم چیکار میکنه؟ تو از همون فرصت حکم شاه نشون میده، 77800 تا ایرانی قتل عام میکنه. دو حالت بیشتر ندارین تو کتابتون اومده، یا این قصه چرت و پرته، ولذا این چرت و پرته میذارمش کنار، یا چرت و پرت نیست و شما ایرانی کشی رو انجام دادید، پس باید پاسخگو باشید. میگه 6 میلیون آدم اونجا کشتن، عالم آدم باید جواب پس بدن که کلی شک و شبهه. اصلا این قصه کاری ندارم راستی یا دروغه. هر سال اون روز را به اسم عید پوریم جشن میگیره. بچه شاه هم تبریک میگه عید پوریم و این خیلی جالبه. من نمیدونم اینو کجای دلم بذارم. اولاغ تو بابات میگفت کوروش بخواب من بیدارم و نمیدونم از این حرفا، تو دیگه الان پشت هخامنشی‌ها در بیای. این زده بابای هخامنشی‌ها رو در آورده. عید پوری تعطیل بنده خدا دیگه. بلند شد رفت سرزمینای اشغالی، بردن جلو دیوار ندبه و یه کیپام گذاشتن رو سرش و دم یه کاغذ هم بکن لا دیوار رو. یعنی از اپوزیسیون ایران، یعنی این مملکت از اپوزیسیون هم شانس نبرد. یه آدم حسابی توشون بشه مثلا بگه افتخار کنه یه دشمن من اینه. به قرآن مثلا اینه نگاه کن. هج کج و کلو در به داغون در روانی و روانپریش و فراری از تیمارستان و به خدا دیوان. چه کلیپ از عباس فخرآور دیدم. خدا این چی میگه؟ حق دارن خدا وکیل اینا خودشونو میگن که همشون میگن نفوذی جمهوری اسلامی به هم. همشون به هم دیگه میگن نفوذی جمهوری اسلامی، نفوذی. مسیح النژاد به اون میگه، اون به مسیح النژاد میگه، جفتشون به هم دیگه میگن. فکر کنم راست میگن. یعنی جمهوری میگه کارایی که میکنه اصلا خلوچلا رو شناسایی میکنه که بفرست برون تو. یه زنگی داره عکسای مربوط به اتاق کتابخونه رهبر انقلاب، اون یه زنگ سفیدی که میزنن آقا بیا کارت دارم، ما هم داریم والله. ما برام پیشرفته تر بلوتوسیه. خب از قدیمی هست اینجا میزنن. همین یه کلیپ گذاشته بود که اینو میبینید
خامنه‌ای فرار کرده الان روسیه است. خب یه نفرم با خودش ببره، اینو میزنه دوربین فیلم برداری شروع میکنه ضبط کردن. یعنی یه 2 نفر نداشته بعدش فیلم برداری کنه، خودش بعد اینجا دکمه بزنه. یعنی میخوام بگم که مثلا به عقل و شعور اینا باید شک کنی، به امیرالمومنین. مثلا میخوای مخالفت کنی، ها طبیعی نیست این حجم از خریت. طبیعی نیست هرگز. اینا اون خریت مصدری ان. یعنی اینا بودن که به خر گفتن خر، یعنی از روی اینا برداشتن اونو، به قولم بنده خدا معلم کنکوره. خب و نه جدی میگم، اینا خب عجیبه. به نظر منم که نفوذیای خودمونن، یعنی منطقی نیستش. خب پس ملیت ما اینو اصلا من کاری نداریم راست بوده یا دروغ. تو هر سال داری اینو جشن میگیری. من گفتم یه رفیقی داشتیم ما آرش تو مشهد داشتیم میرفتیم، تنش خود به تن یکی این مشهدی‌ها، حالا نمیدونم مشهدی بود یا نه اونجا، یعنی تو شهر مشهد. بعد اینم برگشت این به خواهر این فوش داد، این هم زدشا. بعد که تموم شد جداش میگه یکم رفتم گفتم آرش تو که اصلا خواهر نداشتی که. خب گفت اون نمیدونست من خواهر ندارم. مهم نیست این قصه درسته یا نه، چون یکی از تخیلاتش نمیدونم. مثلا اگه 10 نفر زده باشن میگن ما هم گفتیم زده، شما هم بگید زده دیگه. خب آره مثلا 10 تا میکنن 100 تا این کارا میکنن. خب بعد منتها این که هر سال اونو جشن میگیری به این نیت که کشتنش. دید اخیراً توییت ابری رهبر انقلاب یه نفر اومد زیرش نوشته که ما هامان رو حذف کردیم، تو رو هم حذف میکنیم. هامان اون رهبر اون ایرانیایی بوده که اینا باش مخالفت کرد. همین قصه رو شبیهشو بعدن کجا داری؟ تو ماجرا امیرکبیر که میدونی که بابی‌ها اینو کشتن، امیرکبیر رو امضای قتلشو گرفتن بردن همینجوری مسخ کردن. الگوه مدله از خود شاه میگیرن که چی فردا بگن خود ایرانی‌ها کشتن. این همه سریال هم تو مملکت ما در مورد ناصرالدین شاه اینا ساخته میشه، اینا هم طبیعی نیست. چون نمیخوان بگن ناصرالدین شاه امیرکبیر رو بابیه کشتن، یه قصه عاشقانه مزخرفی هم میکشن وسط. دعوا سر دختر بوده. اینا هم که بالاخره تینیجرها عاشق این قصه ها بشینن نگاه کنن. نه عنایت داشته باشید. پروژه میاد مثلا یوی چند صد میلیارد خرجش میشه، طبیعی نیست. و اما این بخش ببینید الان این بهش میگم بایبل، کتاب مقدس. خب نه عهد عتیق و عهد جدید. عهد عتیق چیه؟ عتیق یعنی قدیمی، عتیقه. جدید هم یعنی جدید. تورات 5 تا کتاب، 17 تا نبوئیمه یعنی نبوت ها، 17 تا هم خطوبیمه کتاب ها، میشه 39 تا. ببینن عهد عتیق. این برای یهودیا و مسیحا مقدس. عهد جدید فقط برای مسیحا مقدس. یعنی یعنی اون چیزی که یهودیا قبول دارن و مسیحی ها هم قبول دارن، به یه سری چیزا اضافه تر. یعنی نامه به اناجیل شروع میشه، انجیل متی و مرقس و غیره. حالا بگذاریم اینی که دارم بهتون میگم از عهد عتیق میخونم. بین الله مثلا فکر کنید اینا تو قرآن بود. جالب من یه مستند دیدم توی این کشور اروپایی برداشتن جلد بایبل رو کنده بودن، قرآن گذاشته بودنش، داده بودن به این اروپایی‌ها، میگفتن به اینا آیاتو بخونید، بخشا رو بخون. میخوند گفت واقعا اینا جنایت کردن، خیلی بده فلان. بعد آخرش میگفت داداش این کتاب مقدس خودمونه. نخوندی؟ بله. مثلا صفر یعنی کتاب بسیم. کتاب تثنیه باب 20 10 تا 17 رو براتون میخونم. چون به شهری نزدیک آیی تا با آن جنگ نمایی، آن را برای صلح ندا کن. خواست به جنگی اول تعهد صلح. باریکالله خیلی خوبه. و اگر تو را جواب صلح بدهند و دروازه‌ها را برای تو بگشایند، آنگاه تمامی قومی که در آن یافت میشوند به تو باید جزیه بدن و تو را خدمت نمایند. خب و اگر با تو صلح نکرده با تو جنگ نمایند، پس آنها را محاصره کن. و چون یهوه خدایت آن را به دست تو بسپارد، جمیع ذکورانش را به دم شمشیر بکش. میگه یه دونه مرد باقی نمیذاری، از 2 ماهه گرفته تا 90 ساله. هر چی پسر میبینی میکشی. جمیع ذکوران. این نیست مثلا بگی بالای 14 15 سال و سلاح، یعنی کودک کشی، یعنی بهتر بگیم پسر کشی اینجا. خب دستور سیره‌شون شده دیگه.
اینا بخشی که تحریف شده، یعنی قرآن میگه به ثمن قلیلی آخرت خودتون فروختید، شما دست بردید تو کتاب خدا. بله. لیکن زنان و اطفال و بهایم جک و جونورا رو و آنچه در شهر باشد، یعنی تمامی غنیمتش را برای خود به تاراج ببر. به مردا رو میکشی، زنام همه غنیمت. و غنایم دشمنان خود را که یهوه خدایت به تو دهد بخور. به همه شهرهایی که از تو بسیار دورند که از شهرهای این امتها نباشند چون این رفتار نما. اما از شهرهای این امتهایی که یهوه خدایت تو را به ملکیت میدهد هیچ زی نفس را زنده مگذار. هر چی نفس میکشه بکش. شاران که تو صبرا و شتیلا وارد شد، برای مردم سوال بودن، دنیا بعدش رفتن اونجا، گفتن گوسفندا رو چرا اینا کشتن؟ گوسفندا رو هم کشته بودن، زن، بچه، پیر، جوان، همه رو کشتن. به پرنده ها تیراندازی میکردن. بله. بلکه ایشان را، یعنی حتیان و اموریان و کنعانیان و فریزیان و حویان و یبوسیان را، چنان که یهوه خدایت تو را امر فرموده است، بالکل هلاک ساز. یه دونه از این آیات تو قرآنی بود، چه خبر بود الان؟ چیکار میکردن؟ ما مراد میکنیم، هیچی نمیگیم. خودتون خجالت بکشید دیگه. کتاب یوشع، حضرت یوشع که وصی حضرت موسی بود دیگه. حضرت موسی نتونست وارد فلسطین بشه، یوشع شد. فعل حضرت یوشع هنگام ورود به فلسطین مبناست، تیر ایناست. ببین بخش 16 تا 18، 22 تا 27 و 40 تا 42 رو براتون میخونم. 16 تا 18. پس یوشع با تمامی اسرائیل بله به جلجال برگشتند، اما آن 5 ملک فرار کرده و خود را در مغاره مقیده یا مقیده پنهان ساختند، یعنی توی غاری رفتن و به یوشع خبر داده گفتند که آن 5 ملک پیدا شدند و در مغاره مقیده پنهانند. یوشع گفت سنگ‌های بزرگ بدهند، مغاره بغلتانید و بر آن مردمان بگمارید تا ایشان را نگهبانی کنند. میگه اینا رو گرفت. بعد چی میشه؟ این 22 تا 27. و کسی بله زبان خود را بر احدی از بنی اسرائیل تیر نساخت. پس یوشع گفت دهنه مغاره را بگشایید و آن 5 اول بستن با سنگ، غلطون نجلو در غار، حالا باز کردن. و آن 5 ملک را از مغاره بیرون نزد من بیرون آورید. پس چنین کردند و آن 5 ملک، یعنی 5 ملک اورشلیم و هبرون و یرموت و لاخیش و عجلون را بیرون آوردند. و چون ملوک را نزد یوشع آوردن، یوشع تمامی مردان اسرائیل را خواند. اسیر دیگه، روش برخورد با اسیر چیه؟ گرفتیشون دیگه، درسته؟ یه دقیقه صبر کنید. از فرزندان اسماعیل، نه اینجا اول بریم. اسیر چجوری باش برخورد کنیم؟ ببینید چجوری باید برخورد کنیم. سیرهشون دیگه. آیه قرآنشون عزیز من. کتاب حدیثشون نیست، این قرآنشونه. بله این آمد. و چون ملوک را نزد یوشع آوردن، یوشع تمامی مردان بنی اسرائیل فراخواند و به سرداران و مردان جنگی که همراه به می‌رفتند گفت نزدیک بیایید و پایهای خود را بر گردن این ملوک بگذارید. پس نزدیک آمده پایهای خود را بر گردن ایشان گذاردند و یوشع به ایشان گفت مترسید و هراسان مباشید، قوی و دلیر باشید، زیرا خداوند با همه دشمنان شما که با ایشان جنگ می‌کنید چنین خواهد کرد. و بعد از آن یوشع ایشان را زد و کشت و بر 5 دار کشید که تا شام بر دارها آویخته بودند. تا شب 5 نفر رو تو دارها همینجوری به دار کشید، آویزون نگه داشت. این یه سیره من میشناسم. وقتی آوردن پیشش، حضرت فرمود او رو از همین غذایی که به من دادید به اون بدید. بعد گفتن که بعد حضرت روانشناسی کرد. حضرت فرمود اون نگران یه وقت سمی نباشه، جلوش از غذا بخورید، نگران نشه. اینم یه سیره. حضرت ابراهیم
و قرآن آخه میگه که از این اسماعیل و اسحاق تو نسل خواهی داشت. هم قرآن میگه هم تورات میگه، جفتشون میگه. میگه نسل بزرگی هم خواهی داشت، آدم خوب و مهمی ازش به دنیا میاد. قرآن در مورد حضرت اسماعیل که گفته که اون ائمه از اون نسل 124 بقره، خب که اینها هیچ گونه ظلمی انجام نمیدن، نه ظلم به ناس، نه به نفس، نه به خدا، فلذا معصومن. در مورد اسحاق هم میفرماد افراد محسنی از او به دنیا خواهند آمد. همین پیغمبرایی که داریم اسم میبریم، داوود، سلیمان، اینا همه از نسل کیه؟ موسی، از نسل اسحاق. منتها آیه بقیه داره میفرماد و ظالما لنفسه مبین، پدر سوخته ترین آدمای کره زمین واسه ببین. ظالما لنفسه عادی نه، مبین، آشکارترین ظالمهای دنیا هم از همینا. اینا بعد در مورد بچهای اسماعیل نمیگه، در مورد بچهای اسحاق میگه. وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، میگه حضرت ابراهیم گفت یه لسان صدقی در نسل من قرار در امتهای آینده. آیا آمد سوره شعراء، سوره مریم، اینو کنار هم بذارید حل میشه. و وهبنا لهم من رحمتنا، هبه کردیم از رحمتمون. چی؟ اجن لسان صدقن علیا. امام صادق میفهمید علیا یعنی امام علی. اینم از اینجا. یه بخش دیگه هم بخونم تمام. بخش 15 کتاب اول سموئیل 15 3 و 4. خب ببینید چی اینجا قصه سموئیل و شاوله. میگه که پس الان برو و عمالقه را شکست داده، جمیع مایملک ایشان را بالکل نابود ساز. اینجا گوش کنید. و بر ایشان شفقت مفرما، بلکه دل بده مرد و زن، طفل و شیرخواره، گاو و گوسفند، شتر و الاغشان را هم بکش. مرد و زن، طفل و شیرخواره، طفل و شیرخواره، گاو و گوسفند، شتر، الاغ، یعنی هر چی دم دستت رسید بکش. 9 و 10 و اجاج پادشاه عمالقه را زنده گرفت و تمامی خلق را به دم شمشیر بالکل هلاک ساخت. اصلا چی میگم، جنایت انجام دادن، نسل کشی کردن. یک بالکل هلاک ساخت. بله. و اما شاول و قوم اجاج را و بهترین گوسفندان و گاوان و پرواری ها و بره ها و هر چیز خوب را دریغ نموده نخواستند، آنها را هلاک ساختند، لیکن هر چیز خوار و بی قیمت را بالکل نابود ساختند. یه بخشم 16 براتون بخونم و تمام. بله. بله. تا برای یهوه خدایت قربانی نمایند و بقیه را بالکل هلاک ساخت. میگه چند تا گاو و گوسفند نگرانش که بعدن قربانی کنن، بقیه را بالکل همه رو زدن کشت. من این بخشایی بوده که روم میشد بخونم اینجا، یعنی زشته برای زن و بچه مردم نشستن. مطالبی داره که اصلا خدا شهاداییه نمیشه گفت. چی بگیم مثلا؟ پس این رفتاری که داره سر میزنه عقبه ایدئولوژیک داره. از قضا همین نتانیاهو پایه رأیش تو جامعه مذهبی اسرائیله، میدونید دیگه. یه کسی مثل بنگویر که نماینده مجلس بود اومد تو کابینه این اگه ول کنی یک مورچه هم تو فلسطین زنده نمیگذاره. حالا فهمی چرا بچه میکشن؟ اینا دستشون به ما برسه یک نفرمون زنده نگه. از این جهودا خیلی هم ترسوان. کسی که ترسو بیشتر میترسه بدتر میکشه. الان خانوما رو نگاه کن، مثلا گربه ببینن میگن پیشته، اما یه سوسک ببینن انقدر میزنن تو کله این سوسکه که دیگه پهنه داره. مثلا با کاردک باید جمع کنی دیگه. چرا؟ چون از سوسک بیشتر میترسن. ما مردی سوسک پامون میذاریم میریم، اونا نه. انتقام مادر شوهرشون از سوسکه میگیرن. اینا جماعت ترسوین. قرآن میفرماد هر کدومشون دوست دارن 1000 سال عمر کنن.
بعدش هم تیکه بشه میندازه میگه فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. خدا میگسم فکر کنم با همین لحن بعد بخونی مثلا. آره آرزو مرگ کنید اگه راست میگید، بیاد پیش خودم دیگه. مگه نمیگید قوم برگزیده چوزن پیپلید؟ اینا میگن قوم برگزیده ایم ما. میگه باشه دیگه قوم برگزیده پاشید پیش خودم، من فقط عاشق شما. اینا میگن خدا یه طرفه عاشق ماست، هر غلطی بکنیم خدا مجبور ما رو ببخشه. چرا؟ عشق یه طرف است، عشق یه سره، همش دردسره. اینجا حالا میفهمی سوره مائده خدا داشته جواب چی رو میداده؟ قوم برگزیده رو که معرفی میکنه میفرماد یحبهم و یحبونه. نه عزیزم، عشق دو طرف است. منم دوستشون دارم، اونام باید منو دوست داشته باشن دیگه، به عهدشون وفادار بمونن. نمیشه میگه نه ما عهدم بشکنیم. آخه من بگم برای این مثال چی رو بگم؟ ولش کن، بخش دیگه مثبت 18 داخل پاکت میگم. یه پیغمبر داریم حضرت هوشع، نه یوشع. هوشع بهش چه نسبته؟ اینم میگم یه پیغمبر سالم نداریم دیگه. اینم بنده خدای نسبت خیلی بدی بهش دادن که زنش دچار خطاهایی میشد. اینو بدونید شیعه نسبت فحشای جنسی در مورد همسران پیامبران را عموم علمای شیعه اینجوری قبول ندارد، چون این فحش در جبل به اون پیغمبر برمیگرده. این که به کنعان میگه اون عمل غیر صالح بود، زن نوح آدم بدی بوده، قرآن هم میگه. این بد بودن به معنای فاحشه بودن نیستا. بعضی جو میگیرشون حالا مثلا این حرفایی میزنن، اینا بدونن علمای شیعه این رو قبول ندارن. یه کسی گوشه یه چیز گفته خودش گفته. اینا اهل سنت هم معترفن. در مورد اگر کسی توهین به همسران پیامبر بکنه میگن نه اینجوری نیستش. عموم شیعیان اینو قبول ندارن. حالا در مورد حضرت هوشع اینو گفت، میگه این نمیتونه این زن جلو خودشو بگیره دیگه، اوضاعش خراب بود. هوشع بالاخره دیگه طلاقش داد. اونجا نمیشه که رنگ آبروزی پیغمبری هستیم تو شهر، الگوی مردمی. طلاقش داد و دو تا بچه براش داشت. لم یزرع الا رحمه، اسمش هم روشه. لم یزرع یعنی زراعتی نیست، لو رحمه رحمی نیست. بعد میگه بعد چند وقت دوریشو نتونست تحمل کنه، عاشق دیگه. رفت تو بازار جنسی اون شهر، دید همه دور این جمع شدن، خودش چند برابر بقیه پول داد، اونو خرید، دوباره آورد به زنی گرفتش. گفت نمیتونم دوری تو. گفت منم اون کارامو نمیذارم کنارا. گفت اوکی. حالا از این چی برداشتی کردن؟ میگن هوشع خداست، جمر زنه، ما بنی اسرائیلیم. ما میتونیم در حقش خیانت کنیم، اما اون یه طرف عاشق ماست، ولمون نمیکنه، میاد دنبالمون. قرآن چی میفرماد؟ میگه نه داداش، پس سوف یأتی الله به قوم، یه قومی میاد، اونا قوم برگزیدن، ویژگیشون چیه؟ یحبهم و یحبونه. خیلی از آیات قرآن پاسخ به این است. اصلا کسی که این بخشا رو نخوندن متوجه تفاسیر بخش من نمیفهمم چجوری. پیغمبر خود ما 4 بار اسمش تو قرآن اومده، یه بارم به نام احمد 5 تا، حضرت موسی 136 بار. چقدر؟ 1/6 قرآن در مورد ایناست. لابد مهم بوده ماجرا دیگه، نه 1/6 خدا وقت گذاشته که اینا رو زیر نظر بگیر. بعد دیگه یه جا دیگه آب پاکی هم ریخته رو دستم. لا تجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. لا تجدن لامش تاکید، نون مشدد ثقيله آخرش هم تاکیده، تای مضارعش هم نشانه استمرار بگی بازم تاکید. خدا 3 بار داره میگه حضرت عباس، حضرت عباس، حضرت عباس. یه روز میفهمید بدترین آدما همینا، دشمن‌ترین شما همینا. این اتفاق جلوی چشتون میفته و تعجب میکنید اصلا دنیا یه ساکته. اصلا تمام قوانین جهانی برای اینا فرق داره. میبینید شما میتونید به پیغمبر فحش بدی، قرآن آتیش بدی، دیدید یا تو کل دنیا همون یاری که قرآن آتیش میداد براش محافظ گذاشتن، پسر عراقیه، دیدن اما پرچم اسرائیل آورده بالا، دوباره براش محافظ گذاشتن. قرآن آتیش داد، عکس حاج قاسم سلیمانی رهبری هم آتیش داد، پرچم اسرائیل برد بالا به عنوان افتخار. قشنگ معلومه به خدا حق کدوم بره. من نمیدونم دنبال چی میگردی. شما میتونید راجع به همه چی تشکیک کنی، خدا اصلا وجود نیست. چرا؟ این همه آدم دارن میگن، کتاب می‌نویسن، مستند می‌نویسن. جرأت داری بگو هولوکاست 6 میلیون نبودن، 5,998,232 تا بودن. فردا بیچاره‌ای. اصلا فیکس 6 میلیون کشته. مثلا هیتلر از این چیزا دستش گرفته بود. 5,598,000 یکی دیگه با گاش 99 یکی دیگه 6 میلیون تمام.
یه بار من نشستم جمع تفریقی میگم ببین اون قاره قبلش که جهود داشته، از کره مریخ که نیومدن، اونجا بودن. باش اینقدر جمعیتشون بود، سخنرانی 10 15 سال پیشم هست، برید پیدا کنید. میگم تو همون اثناء جنگ کلی فرار کردن رفتن. اینم ثبت شده. یهودی رفتن آمریکا، یهودی رفتن از حوزه آلمان خارج شدن. درسته؟ یه تعدادی هم اون ته موندن. همه تموم شده، آلمان رفته، هیتلر رفته، زو یهودیان دارن زندگی میکنن، راه میرن، پا دارن، چش دارن، دارن راه میرن، میگن ما یهودیان. اینا رو جمع میکنی، تفریق میکنی، منفی 400,000 نفر کشتن. منفی 400,000 نفر. به خدا جمع تفریق ریاضیه. 2 + 2 میشه 4. یعنی چی؟ آمارسازی دیگه. هر چی تعداد بیشتر میگفتن، غنیمت چیز غرامت بیشتر میگرفت. مثلا بودیم 6 میلیون. آلمان تا همین چند سال پیش داشت غرامت میداد به اینا. اون کشتنه چی بوده؟ انگلیسی‌ها کشتن. قصه میدونید چی بود؟ سربازایی بودن، بخشی از مردم بودن، بخشی از اسیرا بودن، تیفوس گرفتن. 3 روز جنگو قطع کردن، گفتن جنازه ها رو بسوزونیم. هم انگلیس سوزون، هم آلمان. جنازه سوزوندن. آقا استاد مسلم دانشگاه فرانسوی آوردیمش ما ایران، اومد بنده خدا 80 سال 2 سال پیش مرد، خدا رحمتش کنه. انسان شریف و بزرگ و مردی بود. مرد، این آدم اخلاق اهل بیتی داشت، هرچند مسلمان نبود. بعد رابرت فاریسون آوردیمش سمت یوسف آباد، رفتیم اونجا سخنرانی. چند تا از همین کلیمیای مملکت خودمون اومده بودن. اونجا که می‌خواست سخنرانی کنه با 80 سال سن سر پا وایساد سخنرانی کرد. که چون مترجم ترجمه کرد 2 برابر زمان می‌برد دیگه. بهش گفتیم بشین با. گفت من در مقابل این مردم نمیشینم. شما آزادی خواه ترین، حق طلب ترین و عدالت خواه ترین مردم جهانید. من کل دنیا رو گشتم. این آدم به عنوان یه استاد مسلم به این نتیجه رسید قصه اتاق‌های گاز جوک بوده. اون گازی که نه زایکلون بی میگفتنم چی اسم اون گازه، خب ممکن درست تلفظ نکرده باشم، میگفت این گاز انقدر سمیه که حشره‌ای تو اون دیوار دیگه زنده نمیمونه. بعد عکسایی رو نشون میداد، مثلا گازه رو زدن، مثلا اینا رو کشتن، بعد افسر نازی بالا سرش وایساده پاشم گذاشتین. گفت آقا ما رو گرفتید، با علم شیمی در تضاد والا. خودشو زدن، از کار اخراج کردن، بچه‌هاش هم بیچاره کردن. به من میدونید چی میگفت؟ میگفت فلانی نوه‌هامو میزنن تو فرانسه. نوه‌هامو یه کاری میکنن بگی ولش کن، سری که درد نمیکنه دستمال. خیلی باید سرتق باشی جلوی اینا وایستی. فکر اینا نمیفهمن خبرنگار میکشن. برای چی میکشن؟ برای اینکه هیچ خبرنگار دیگه نیاد فیلم ضبط کنه. عمدن تیر میزنن. برای چی تو غزه این جنایت‌ها رو میکنن؟ به خاطر اینکه مردم غزه بگن نگاه کنید، اگر حماس بین شما شکل بگیره اینجوری باید بچه‌تون رو تیکه پاره ببینید. آبروتون میبندیم، برقو قطع میکنیم، هر جنایتی که بشه انجام داد. الان رفتن از با آمریکایی‌ها مجوز گرفتن، میخوان توی تونل ها گاز اعصاب پخش کنن، یعنی رسما حمله شیمیایی. و اینا حجت ها. خدا داره آخرین غربال های دنیا رو انجام میده. اصلا مهم نیست که دین داری یا نداری. وایسا نگاه کن، بگو چجور میشه بگی خدا وجود نداره، نمیتونی بگی به جای 6 میلیون 5 میلیون 999,999 تا کشته شدن مثلا. چرا این تقدس داره؟ ما میگیم ما 230,000 تا شهید داریم، یه نفر تو عراق برگرده میگه نه ایرانی‌ها شهیداشون رو اضافه میگن، شما مثلا 185,000 تا شهید دارید. چی میشه؟ میکشن یارو رو. ها؟ چی میشه؟ ما بگیم آقا شما عراقی شما بعثی‌ها حمله شیمیایی کردید، یکی اونجا بالاش میگه نه آقا ما حمله شیمیایی نکردیم مثلا. چی میشه؟ کسی داشت کسی رو گرفته؟ نشنید از این حرفا الا ماشاءالله میزنن؟ ها؟ خبرنگار هم توی مملکت راست میچرخه، همین هم داره کافه داره واسه خوش میره میاد. گفت آقا قصه حسین فهمیده این نیست. کشتنش. چی شد؟ چرا شما فقط کافی علمی بگی آقا من نمیدونم جسارتم ببخشید با علم شیمی در تضاد، با علم ریاضی من اینا جمع بستم 6 میلیون هیچ جوری از این لا در نمیاد، من هر جوری 6 میلیون جمع منفی 400,000 تا. چرا اینا تافته جدا بافتن؟ من یک کلام به شما بگم، شیطان یه پیاده نظامی رو زمین داره، اینا اون پیاده نظام. قرآن اینا لعنت کرده، لعنوا بما قالوا، لعنت بر اینا.
قاتلهم الله، خدا بکشدشون. چی باید بگه خدا؟ این که این تضاده باشه. بعد تو ببینی مثلا یارو تو آمریکا خبرنگار طرفدار فلسطینه، بعد اینجا مثلا یارو با یه من ریش طرف اسرائیل رو گرفته. فهم دیگه حق طلبی چی دیگه است. مثلا شما تردید دارین مثلا اگر امیرالمومنین برن چیکار میکنه؟ امیرالمومنین با خلخال از پای پیرزن یهودی تو الانبار کندن. مردا چه زنده اید؟ چرا زنده اید؟ حرفو شنیدید؟ بمیرید مرگ براتون رواست. ما دشمن خونی ایناییم، یعنی ما اونا رو دشمن ندونیم، اونا بیخیال بشوی ما نیستن، چون ما اون ورژن واقعی و درست آل ابراهیمیم. اصلا صلواتی اهل سنت قبول دارن اینه دیگه، اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل، که یعنی اون آل ابراهیم وعده داده شده اینان، جای دیگه نرو داداش. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. مردم حسودی میکنن، فعل مضارع استفاده شده، حسودی میکنن به یه عده‌ای. فقط آتینا آل ابراهیم، بله من خواستم به فرزندان ابراهیم، آل ابراهیم، کتاب به اینا پیغمبری بدم، ولی حکمت تو به اینا آدمای حکیم بیرون بیارم، و آتیناهم ملکا عظیما، اون ملک بعد داده شده یه عظیم هم به اینا بدم. خب برای چی با اون نباید مشکل شد؟ اصلا تشیع آنتیتز ایناست، تشیع نقطه مقابل ایناست، تشیع برملا کننده دروغهای ایناست. با ایرانی بودن هم که مشکل دارن، با مسلمان بودن مشکل دارن، با شیعه بودن مشکل دارن، همه شدیم ما که زی خیال باطل. شما فکر کنید وندی شرمن قشنگه گفت ژن ایرانی‌ها مشکل داره. میدونم بخشی که میگه ژن ایرانی مشکل داره چیه؟ برای اینکه ایرانی‌ها حرف زور قبول نمی‌کنن. 100 میلیون خرج میکنن که اون 1 میلیون زورکی ازشون پول گرفتن رو پس بگیرن. آره دیگه همینه میگه، ما حرف زور قبول نمی‌کنیم. مثلا ما نمیفهمیم الان بعضی از این کشورهای عربی رو نمیفهمیم. هنوزم با خودم میگم چیه اینا، چجوری نه تحمل میکنن؟ هیهات برای چی؟ برای اینکه آقا شما تو جای بزرگ شدی که افتخار گفتی هیهات من نزله، میمیرم باد رو قتلی بهت بکشیدم، تاش مرگ دیگه. من رو مخیر کرده، ما رو مجبور کرده بین شمشیر و نیزه و بین الصلات و ذله، بین ذلت و هیهات من نزله. چی فکر کردی؟ بچه مردمی شما بدونید ما این مملکت ایران جغرافیای تعادله. شما این طرفی ما رو نگاه کنید، هندی‌ها اصلا یه دنیای سیر میکنن دیگه. من به خدا قسم یکی از این فیلم هندیایی که اینا میسازن برای من یه نفر تو ایران مثلا بهم بر میخوره، میگم من با چی در مورد من فکر کردم میشه با موزادم کشت؟ توهینه دیگه. چی در مورد من فکر کردی مثلا که من اینو باور میکنم؟ ها اون طرف اروپا همه چی مغزی، هیچی، نه وحی قبول داره، نه اتفاق، نه حکمت، نه من خودم فقط همه چی. ایران این سوی نیروتاست، تو قد و قوارمون، رنگ پوست، همه چیمون همینجا غرفه تعادل. و این مملکتی بوده که از ابتدا یهودیتی که اون موقع پیغمبر داشته. ببین زمانی که پیامبر خدا براشون میفرستاده یعنی چینا امید به هدایتشون داشته، اصلاحشون داشته. همونجوری که برای عربا خدا امام میفرستاد، برای ما مسلمان‌ها امام میفرستاد، درسته؟ یعنی امید به هدایت داره. و برخی مثلا ببین تا زمان امام حسین ما چند تا شیعه داریم، زمان امام رضا چقدر داریم؟ خب اثر گذاشته کار اهل بیت. ها اون بخشی هم که سنی بودن اخلاق اهل بیتی رو گرفته بودن. درست شد؟ یهودی هم همینجور. ما ایرانی‌ها در زمان هخامنشیان اینا رو نجات دادیم از اسارت بخت النصر. در عراق اینا رو آزاد کردیم. پادشاه ایران کوروش رفت براشون مسجدشون رو ساخت و پشت برید نماز خدا پیغمبرتون بپرستید. در زمان این بارها هست در زمان مسیحیان هم همین شد. والریانوس می‌خواست حمله کنه بره بزنه صاف کنه کل مسیحی‌ها رو قتل عام کنه. تورا شاپور ساسانی اینو گرفتش، شکستش داد، اسیرش کرد، آوردش ایران. نقاشیش هم کشیده دیگه. حک کردن رو کوه. الان هم یعنی این آیین موسی، آیین عیسی و چی؟
دین پیغمبرم ما نجات میدیم. دو تا ورژن کنار ما هست. یه ورژن اروپایی ترکیه است، ورژن آنتالیایی اسلام. یه ورژن وهابیت بود که خودش زپرتش در رفت. من به چشم اونجا دیدم دیگه تموم شده وهابیت. اراده الهی برای این قرار گرفته با پول آل سعود وهابیت از بین بره. کارهای خدا رو ببین. با پول آل سعود وهابیت در بین بره. الان امیرالمومنین دو جور دشمن داشت. یه دشمن معاویه عین ترکیه، می‌بینی؟ یه دشمن نهروان خوارج. می‌بینید این دو سر افراط و تفریطو؟ اگر اینا دشمن تو نباشن، تو خودت یکی از اینا شدی. همه چی شد؟ با ما افتخار میکنیم که تنها ملجأ درماندگان و مظلومان در جهانیم. افتخار میکنیم به این. سرمون رو بالا میگیریم. میگیم زمانی ما رفتیم سراغ این برادران اهل سنتمون تو فلسطین که خود سنی‌ها ولشون کرده بودن. خود عربا ولشون کردن. ما گفتیم ما شما تنها نمیذاریم جلوی این ظلم آشکار. این ظلمه. من نمیدونم جز ایران کشوری هم داریم، من خبر ندارم کسی میدونه بده. کشوری داریم که دفاع از مظلوم تو قانون اساسیش باشه. اینم 154 156 چند قانون اساسیه که اصلا قانون اساسی ماست دفاع از مظلوم. و یقین کنید اینا برکات هم خدا بهتون خواهد داد. نمونهش 500 میلیارد دلار پول گذاشتن برای کریدور عرب نت، از بمبئی شروع بشه تا بندر پیرائوس یونان بره، از اسرائیل و عربستان و امارات و اردن هم رد میشه و قبرس. این طوفان الاقصی کلا پروندش. میلیاردها دلار پول گذاشته بودن برای کریدور زنگزور تورانی، میلیاردها دلار. فقط تو زنگیلان یه دونه چیز ساختن، یه دونه فرودگاه ساختن که 2 میلیون مسافر میتونه در سال کنار یه شهر 12,000 نفری. قشنگ معلومه آدم میخوام بریزن. جمهوری آذربایجان امروز اعلام کرد آقا این کریدور رفتنش از ارمنستان کلا تعطیل. از همین ایران بیاد رد بشه. باریکلا پسر خوب. بعد از کی؟ بعد از طوفان الاقصی. چرا؟ گفتن ما با چه امیدی می‌خواستیم با ایران بجنگیم؟ اسرائیل؟ اینی که با 4 تا پراگرایدر شخ زدن تا تاش رفتن که. بعد این کارشناسشون آورد، کارشناس این باکویی رو آورد نشون میدن، گفت ببینید اینا با پاراگرایدر اومدن اینجا هم ما تالش نشین داریم، اینجا میتونن با پاراگرایدر. عمو چی میگی؟ پاراگرایدر رو اون غزه لازم داشت، در مقابل اسرائیل. نه تو اسرائیلی نه ما غزه. ما هم پایگاه بسیج اردبیل، ارومیه، تبریز شخ میزنن تا پای میمونه. به هر کدومشون هم یه دونه شوکر میدیم، یه دونه اسپری افشانه فلفل میدیم، یه دونه میاد تو همونجا شخ میزنن. چی فکر توهم من خودش اصلا اسرائیل داد ما رو چیز میگفت آره اینا با پاراگرایدری میتونن بیان، ما باید یه فکری بکنیم. برو ما تهران میشیم چه دکمه میزنیم تو اونجا عذاب باید بگیری. گذشت اون زمان. همین کتاب تسنیم تو همین تورات باب 28 میگه قومی از زمین دور، از سرزمین‌های دور، مانند عقاب بر سر شما فرود خواهند آمد. قومی که زبان اینشان را نمیدانی. میگه زبانشون نه عبریه نه عربیه، یه زبان دیگه حرف میزنن. ما تو شیعه این روایت رو نداریم، اهل سنت دارن. تو ملام و فتنه میگه پرچم‌های سیاه میره تو شامات. من عین همینو گفتم شامات، گفتم اهل سنت باز یه دیگه تو روایت شیعه دنبالش میگیرن. حالتون خوشه، گوش نمیکنن حرفا اینا، ادعای دینداریشون هم میشه. میگه اینا وقتی میان اونجا شعار رو هم بکش. این تیکش فارسیه. میگه با هم حرف میزنن شعارشون بکش فلان شده در رفت. این تیکش بزن. بعد جالب اینجا اون که روایت کرده میگه که یعنی اقبل. یه جا دیگه گفتن اقتل. نکتهش میدونی چه؟ تو خط کوفی که نقطه نداره، اقبل و اقتل یه جور نوشته میشه دیگه، فقط نقطه‌اش رو جابجا بکن. میگه یعنی نمیفهمیده بکش یعنی چی. گفته یعنی اقتل، یعنی بکش. خب تا اینجاش هم که محقق شده. ما الان لب مرز جولانیم. خودشون هم سر شوخی رو دارن باز میکنن. و اینم بیاد اصلا اسرائیل مسئله ما نیستا.
از اسرائیل گنده ترش صهیونیسم جهانی و نظام سلطه و استکبار. اینا نیست که فقط تو فلسطینن. اینا رو خب بزنن بکشیشون در برن کدوم قبرستون میرن، مثل زنبور پخش میشن میرن اینور دنیا. اونو باید مردم آگاه کرد. فلسطین کلید رمزآلود گشوده شدن درهای فرج به امت اسلامی است. یعنی که نشون میده این امت صد پارچه رو دوباره یکی کرد. دیدید؟ سید حسن نصرالله قبل داعش محبوب ترین فرد در جهان اسلام بود. بعدش خالد مشعل بود که جاش با چیز عوض شد، با اسماعیل هنیه. نفر سوم رئیس جمهور ایران بود. وجه مشترک اینا چی بودن؟ ضدیت با صهیونیسم. دو تا شیعه یه سنی. تو ماجرای داعش این شکست واقعا سقوط کرد محبوبیت سید حسن نصرالله و ایران و این فیلمایی که می‌بینن از بچه‌ها نشون میدن چجوری خون ما رو به جوش آورده. 7 سال تمام به اونا نشون میدادن میگفتن بشار اسد داره میکشه، ایرانی‌ها دارن حمایت میکنن. ببینید چه فضایی بوده. همه رو شست برد. الان همشون دارن میگن من که ایران یه کار کنم و فقط ایران داره یه کاری میکنه. ایران رو تسلیح کرده. گوش کنید، حزب الله متأثر از ایران داره الان میزنه و یمن باز دوباره متأثر از ایران. کسی یه کاری نمیکنه که. اینا میبینن کور که نیستن مردم تو دنیا. چرا اینا انقدر داعش همش میگن آی سید حسن نصرالله یه کاری کن؟ چرا به ما میگن یه کاری کن؟ چون امید فقط به این بردن. چرا مثلا نمیرن به پادشاه عربستان میگن؟ پس اینا با ایرانی بودن ما کار مشکله. با مذهب مشکل. اصلا ول کن بابا ایرانی و مذهب نیست. آدمی اینا تو رو آدم نمیدونه. فقط بنی اسرائیل آدمن. بقیه حیوانات دو پان که فرصت کنه همینجوری میکشه. دیگه خداوند انشالله همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله خداوند چشم ما رو به جمال نورانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن کنه. انشالله گردن زده شدن شیطان رو در بیت المقدس ببینیم انشالله با چشم سر. انشالله خداوند هر چه سریعتر درهای نصرت و پیروزی رو بر مردم مظلوم غزه امت اسلامی جبهه مقاومت بیش از پیش بگشاید. تعجیل در فرج آقا صاحب الزمان مولامون صلواتی بفرمایید.